ببین اگه تریدری میخوام یه چیزی بهت بگم. شمایی که برای اولین بار با $10 $50 وارد بازار شدی و منی که با $500 $300 $450 و $700 وارد بازار شدم، تفاوت خاصی با همدیگه نداریم. هر دومون یکی هستیم. تو همون پولا رو از دست دادی، منم. و این مشکلی بود که من با خودم فکر کردم که چطور من یه دوره 365 روزه رو برای خودم تعیین بکنم و بیام تمام این مستندات رو ضبط بکنم برای شما ارائه بدم. یعنی من تمام این مراحلی که دارم پیش میرم رو به شما اشتراک بذارم. اما برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، میخوام یه نکته رو برات روشن کنم. من قرار نیست بهت آموزش بدم. یعنی من استاد نیستم بیام آموزش بدم بگم که چطوری این کارو بکنی چطور نه. اما برای اینکه صرفا منو دنبال نکنی که در نهایت چی میشه، شاید علاقه‌مند بودی که میخوای شروع بکنی. داخل کانال ویدیوهای مربوط به این موضوع رو گذاشتم. میخوام اینو بگم. من وقتی اولین بار سرمایه وارد میکنم، یعنی به عنوان یک سرمایه اولیه، قرار اونو چطوری مدیریت بکنم، چطوری ترید بکنم، چطوری استراتژی بسازم، تمام اینا رو میخوام داخل کانال تلگرام براتون ارائه بدم و لایو ترید بزنیم. یعنی به شما نشون بدم من جوانی که وارد این بازار میشم با این خصوصیات یا با این ویژگی هایی که وجود داره برای من و با این ذهنیتی که من تو این بازار وارد شدم، با این همه دانشی که دارم، میتونم پول در بیارم یا نه. هدف کلی من اینه. این پیج برای همین ساخته شده. یعنی پیج من قرار نیست از این چیزای مزخرف بازی مثلا انگیزه بازی بکنه. نه، میخوام مسیر کلی رو بهت نشون بدم. امروز روز 17 بود، بریم ساختار روندها رو بشناسیم. یعنی اینکه کی صعودی میشه، کی نزولی میشه، اینا رو پیش بینی بکنیم. ببین این آموزش ها صرفا آموزشیه که بهت مثلا یه دیدگاه میده. قرار نیست با اینا پول در بیاری. من 100 بار دارم میگم. ببین یه استراتژی اصلی باید بسازی، مثل اسمارت مانی، آی سی تی. یکی از اینا رو انتخاب بکنی بری تو دلش، یا همون چیزایی که تو الان آموختی با اینا یه استراتژی بسازی. کاری که میخوام بکنم اینه، خودم یه استراتژی میسازم با هم دیگه، اونو میایم تستش میکنیم. دقیقاً همون کاریه که استادا یا مدرسا نمیکنه. یعنی میاد بهت میگه میتونستی اینجا ترید بکنی، میتونستی انقدر پول در بیاری. نه، من این کار نمیکنم. من میام همون ضرری که کردم، همون سودی که کردم، همه رو بهت نشون میدم. اگه علاقه‌مند به این موضوع هستی، منو دنبال کن ببینیم نتیجه چی میشه و الان داریم چه کار میکنیم و کلا در کل. آره دیگه، از اینجا فالو کن، از این ور این ور. آره.